أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درس 13 سبب های مد. سبب مد چیست؟ نشانه‌ای که حرف مد را از مقدار یک الف زیاد کشیدنی سبب می شود. یعنی میگه که سبب مد، یعنی سبب مد اون نشانه است که ما حرف مد را از مقدار یک الف زیادتر میکشیم. یعنی همون حرف مد ما گفتیم که سه تا از حرف واو، یا و الف. در اینجا عامیانه یعنی عادی مثال الف می نویسن، یعنی میگن که از یک الف زیادتر کشیدن مکروه است، یا به مقدار 4 الف یا به مقدار 6 الف. اما مقصد از این نیست که مثال ما فقط الف را میکشیم. مقصد از این الف همین سه حرف مد از مقصد واو، یا و الف، که مقصد سبب مد وقتی که آمد همین مد را ما حرفش از یک الف یعنی زیادتر میکشیم. خب سبب مد چند تا است؟ دو تا، همزه و سکون، یعنی حرف همزه و علامت ساکن. ساکن چند خیل می شود؟ دو خیل، ساکن لازم و ساکن عارض. ساکن لازم چگونه ساکن است؟ آن سکونی که از اول بوده دائمه است. یعنی ساکن لازم آن ساکنی است که از اول بود و تا آخر میماند، یعنی هیچ وقت یعنی تغییر نمیکند. و ساکن عارض در اینجا گذاشته شدگی نیست، من برای شما زبانکی برای شما میگویم. ساکن عارض یعنی چگونه ساکن است؟ اون ساکن است که اول نبود بعداً پیدا میشد، یعنی از اول نبود اما بعداً ساکن عارض پیدا میشود. ساکن لازم ساکن است که از اول بود تا آخر می ایستد. ساکن عارض اون ساکن است که اول نبود بعداً پیدا میشود. ان شاء الله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.